برای چی ما سازشنامه هم دو طرفه کردیم. حاضر تیاره در افغانستان کار کرده است. بعد مسئله دوی مسئله که حالتی که مسافرانی که از دوشنبه بیشکک رفتن چی حالت شدن و کی با این کارا کمک رسانده حال احوال اینا را اخبارات مولانا اکرام معاون دکتر گنرالی آقای اخبارات میتن مرحمت. حاضرین گرامی، دویر به سوال دادگی چنین پاسخ میدم در مسئله تیاره ما 60. در حقیقت تیاره ما 60 تاریخ 27 ایون در وقتی خدمت رسانی تکنیکی یک مشکلات رخ داد که مثلا خود به خود شاسی میگن یعنی که لندگی جمع شد کمی غلطید کار ناشایم شد این تیاره. ما یک جای با متخصصان خاص گروپ یعنی که هم شرکتی که هم تیاره را آماده کرده است یعنی که ساخته است اونا آمدن ما یک جای این تیاره را آماده کردیم به پرواز. حاضر 100% گفته میتونم که تیاره آماده است پرواز میکنن. حاضر در جمهوری اسلامی افغانستان پرواز داره یگان مشکلات نداره. و ایمیل با 60 دیومش خریدن بره دیگه شرکت نمیخره. همونطور اینفورماسیون درباره مسئله دوی مالی گفتشونی تو کاربری رفته استاده است ولی انیق نیکی ما میگیم کمتر با فکر ما دیگر شد بعد از همین حادثه ها نسبت به همین تیاره با دیدن میبرایم یکی با مطبوعاتی هم جمع شویم بعد حاضرش با موقتا اومد مسئله گرفتن مسئله بیشتر سوال دادید مسئله من خط سیر دوشنبه بیشکک هفته گذشته بعضی مشکلات رو داده بود. این مشکلات در سطح وزارت کارهای خارجی رفته ایستاده است دیده ایستاده است و فکر میکنم که روزهای نزدیک این مسئله برطرف میشه. حل مسئله کارو وظیفه ما شرکت آسان حمل و نقل مسافران وقتی برآمدن و اکنون چی حالتو روح دادن در اونجا ما نماینده قطعی هم گفتشونی کردیم چی حالت شد چون که بسیار آدم ها زنگ زده پرسیدن برای چی مسافر ها قطعی خیلی رفتار کردن گفتن که اونها هم گفتن که ما نمیدونم این مسئله در سطح بالا شدگی چی شدگی نمیدونیم ما هم در خجالت شدیم که مسافر تو ساعت 12 را نقطه قطعا که کماندیروفکا دوران سفر خدمتی دوران گفتن و یا قطعی پرابلما نبود. مسافران که به یگان کار شخصی قطعی رفتگی و همه با کمتر پرابلما کردن لیکن جواب دادن. سفارتخانه اومده از سفارتخانه کنسولگری اومده یادم